پایان قرار دادیم. از این برمی‌آید که انسان وظیفه‌اش به همون مقام عالی رسیدن است، چه سمت جسمی باشد که ما میگیم کولتوریسم، اتلتیکایی که مشق میکنند و بدن انسان رو این قدر زیبایی ها میدهد. یعنی که امکانات همین کامل شوی بدن و این یک سیستمی که سالهای 60 70 در عصر 20 در امریکا شد و اون پسانتر به اروپا و از اروپا به ما سالهای 90 آمد که تا حال این یک نمودی ورزش شد و اون درجه این رو کامل کرد. مثلا این که احساسات، مثلا تصور کنید که در خارجه برای آن که انسان ها احساسی مثبت داشته باشند آنها تبسم کنی رو یاد گرفتن. بسیار وقت صورت مثلا رسم هایی که آنها دارن نگاه کنیم میبینیم در آنها تبسم است. این کامل کنی احساسات مثبت است. بله. در ما هم هست که میگویند که تبسم این صفت مؤمن است گفته در فرهنگ دینی ما هست. انا کن تصور کنید که کمالات عقلی هست. حالا عقلی بعضی خلق‌ها با اون درجه شده است که دانش آنها سیستماوی شده است و هر چیزی که آنها کشف میکنند آن در همون سیستم وارد شده است، سبب قدم زنی بگیم که روش انکشاف علمی آنها شده است. ما هر روز اگر تلفن خود اینترنت ببینیم، هر زمان در سمارت فون یا که در آیفون، در تلفن ها یا کامپیوتر یک برنامه میبرد که ابنولینی کامل کنی، کامل کنی. یعنی هر ساعت همون برنامه نو شده ایستاده است. این قدم زنی علمی هست که مثلا در برابر اون که در ما مثلا ورزشگران رو، صنعتکاران رو میکوبن رفته به مکتب ها، ناحیه ها رفته اونا رو میکوبن میآورن، من خیلی اقدام خوب است. در برابر این مثلا ما لیسه پرزیدنتی داریم برای کودکان با لیاقت که میتوان همین کار رو کنند، رفته ناحیه به ناحیه گشته از آنجا فرزندان با لیاقت ملت برداشته آنها رو آمده مثلا آموزش دادن. شاید این چیز رفته ایستاده است ما نمیدونیم، ولی فکر میکنم که یکی از اون چیزهایی است که ما میتونیم کامل کنی عقلی خود را میتیزانیم و البته کامل کنی روانی هست. اگر ما سالهای نزدیک مشق‌های روانی را وارد نمی‌ساختیم، متخصصان ساحه روان رو، روانشفا و روانپزشک و روانشناس و روان تحلیل و این چیزها رو اگر تیار نمی‌کردیم به جمعیت نمی‌دادیم، طبیبان روحانی می‌توانستند که مردم رو ضربی سخت یا گره سختی جین را محکم کنند، مزراب روان رو به آنها کنند و این هم یک نمودی چی هست؟ ریگرس، یک نمودی به قفا گشتن انکشاف روانی، تنزل. یا که مثلا ما اگر در مسئله اجتماعیات اگر اقدامی پیشوای ملت محترم امام رحمان اگر نمیشد در این وقت و ما اگر همین صلح نمیشد و آن رو نمی آوردیم، ما جمعیت خود را، ملت خود را از دست دادن ممکن بود. این هم کامل کنی انا همین ملت ما بود که پسانتر البته کامل کنی طبیعت است، یک خاراکتر خوب، یک خلق و یک رفتار و یک معتدلیتی، خصوصیت های خاص انسانی خود را تربیت کردن و البته روح خود را با مشق‌های روحی بیدار کردن است. روح انسان هم، عالم معنویات هم در خود یک چیزهایی دارد که خاص به همون زینه است که ما چنین آدمان را داریم. بگیم که جلال‌الدین رومی، حافظ شیراز، سعدی شیرازی، کسانی که در این سمت و هر جای منطقه تاجیکستان رویم ما یک انسان روحی روانی معنوی را میبینیم که در آنجا گرانده شده است و مردم آنجا را پاس میدارند و در آنجا دعاها میکنند و این البته نشان دادی آن است که این زینه زینه ماست و زینه کمالات است، زینه معنویات. واقعا درست است. اگر درباره جامعه بگیم هرچی شما میگه درست است. من باز میگردم به سر انسان انفرادی و به کمال نرسیدن چه خطر دارد. وقتی که آدم به کمال نمیرسد در علم روانشناسی اینفانتیلیسم گفته که چیز است. اینفانتیلیسم در از نگاه روانی اگر بگیریم این رشد نکردن است. یعنی انسان میتواند از نگاه فیزیولوژی، از نگاه جسمانی، حتی از نگاه اقتصادی رشد یافته باشد، ولی اگر از نگاه معنوی و اجتماعی رشد نیافته باشد او همان کودک است و میتواند 70 ساله باشد ولی طرز رفتارش کودکانه باشد. به کدام معنی؟ نشانه‌های زیادی دارن به کمال رسیدن. انسان به کمال رسیده مثلا یک بسیار روشنش همین است که به کمال نرسیده میرنجد، از دیگران میرنجد، زیرا مشکلات خود را، مسئولیت مشکلات خود را به ذمه دیگران میگذارد. با آدمان دیگر امکان نمیدهد که طرز رفتار کنند که با آنها موافق است. یعنی با دیگران امکان آزادی رفتار نمیدهد.
و چون همون کودک خورده که همیشه وابسته بود از مادرش، از مادر غذا میگرفت، از پدر مهربانی میگرفت، هنوزم روانش در همان حالت است، گویا که به کمال رسیده است، گویا که شاید وظیفه های دارد، من نمیدونم کارهای دارد، در اونجا درآمدی دارد، ولی طرز رفتارش چون کودک است. این اینفانتیلیسم از انسان مسئولیت زندگی خودش رو به ذمه گرفتن نمیخواهد. اینفانتیلیسم در بین مردان بیشتر است نظر به زنان. برای چی؟ نشانه‌اش کدام است؟ اکثر مردان فکر میکنند که اگر وای مزد آورد، یعنی به کمالات اقتصادی رسیده است، از در آورد به خانه گذاشت، این تمام وظیفه ها اجرا شده است. این گونه مرد کمالات اجتماعی رو فراموش کرده است. یعنی باید با اعضایش مناسبت اجتماعی داشته باشد. مناسبت اجتماعی چی است؟ این مهربانی است، این غمخوری است، این به همدیگر کمک رساندن است، این احوال همدیگر پرسیدن است. و اکثر مردان ما گمان میکنند که این کار زنان است. این کار امکان انسانی به کمال رسیده است و اینجا جنس هیچ اهمیت ندارد. و واقعا پدران برکمالی که هستند که این وظیفه را هم خوب میدونن، از نگاه اجتماعی به کمال رسیدن، در اون اول مشکلات خیلی کم است. و کمالات دیگری معنوی که گفتیم، انسان اینفانتیلی میتواند حتی عالم باشد، میتواند خیلی کتاب زیاد خوانده باشد، ولی مسئولیت رو به ذمه خودش نمیگیرد. و حتی اگر وای عالم باشد، همون اینفانتیلیسم کودکانش بیشتر رشد میکنه. من عالم هستم، وظیفه من کتاب خواندن است، شما یعنی تمام محیط اطراف برای من باید شرایط مهیا کند. بازم برمیگردیم به همون کودک خردسال که هیچ کار کردن نمیتواند. از این رو جامعه هنگامی که تولد میشود غم زنده ماندن رو میخورد. پدر و مادر تمام اعضای عائله در پی آن هستند که به این کودک خردسال غذا بدهند، او رو از خنکی، از گرمی احتیاط کنند. و حتی کلانتر هم که میشود کودک مثلا تا 10 سال 12 سالگی بلندی، پستی، غلطیدن، خیستن، آب، آتش اینطور خطرش رو خوب درک نمیکند. پدر و مادر در پای حفظش هستند. ولی بعدی که انسان از 18 بالا شد، از روی اگر که قانون کنونسیون حقوق کودک بگیریم و اگر از روی علم پسیکولوژی بگیریم، از 22 ساله بالا و علاقه انسانی است که از اینفانتیلیسم باید آزاد باشد. برای چه 22 ساله؟ مثلا در بعضی کشورها بعد 21 سالگی حقوق رانندگی داده می شود. در 22 سالگی انسانی که از روی زینه ها رشد کرده است، علاقه دیپلم معلومات عالی دارد، علاقه 3 زینه تحصیلات را پس سر کرده است. یعنی یک بخش، یک کمپلکس دانش ها رو هم دارد، تجربه ها هم دارد. مثلا در باغچه کودکان سخت زیر نظارت هستند، در مکتب میانه نظارت کمتر است، در مکتب عالی این جوانان علاقه از نظارت پدر و مادر کاملا آزاد هستند. یعنی مناسبت ها خیلی آزادانه صورت میگیرند. این هم مکتب مناسبت ها است، مکتب مناسبت ها اجتماعی است. مکتب عالی نه تنها دانش ها میدهد، نه تنها اطلاعات میدهد، بلکه از نگاه اجتماعی آدم رو به کمال میرساند. ولی اگر انسان در همه اینها رو استفاده کرده نتوانسته باشد، به کمال نرسیده باشد، در داخل اینفانتیلیسم خودش باز مانده باشد، اگر او میتواند من بعد هم در همین حالت باشد. او واقعا نمیتواند نه مادر خوب نه پدر خوب باشد، نه برادر خوب باشد. یعنی او درباره دیگران غمخوری کرده نمیتواند، او مسئولیت خودش رو هم به ذمه گرفته نمیتواند. و اینفانتیلیسم یکی از حالت‌هایی است که عکس کمالات است. اگر که انسان به کمال نمیرسد، در حالت اینفانتیلی باقی میماند و هم برای خودش و هم برای اطرافیان خیلی مشکل ایجاد میکند. البته این نه تنها در روان بلکه انکشاف نیافتن جسم ما با شاید میبینیم که لیلیپوت ها قد پست ها هستند. بله. انکشاف نیافتن این یا آن عضو و البته در عالم عقل هم هست که وقتی عقل انکشاف نمییابد، در عالم البته که اجتماعیات هم هست که وقتی که انسان جای خود نمییابد. و البته این یک بیماری است، بیماری انکشاف که همون یک سطح پستی، همون گویم که زینه هستی انسان را انکشاف نمیدهد، انکشاف نمیماند که انکشاف یابد. البته موضوع که موضوع به کمال رسیدن است، این که البته شما خطرش گفتید، خطر خیلی مشکل آن است که وقتی که انسان از انکشاف یافتن دست میکشد یا که نمیخواهد یا که شرایط های دیگری هستند که در حالت نهایت خیلی حالت خوبی زندگی قرار دارد، در آن وقت چنین می شود که انسان
در روش کلی هستی که نه تنها در روی زمین، چون که روی زمین یکی از همون قسم ها یا که یکی از زینه های انکشاف انسان است، اون وقت در روش کلی که حیات کیهانی خود با مشکلات گرفتار می شود، چون که گذارش از یک زینه به زینه دیگر امتحانش این کمالات است. کسانی که به زینه کمالات می رسند امتحان گذاریش رو خیلی خوب می سپارند. مثلا ما می دونیم که سخت‌ترین چیزی که برای انسان ها است این گویم که ترس مرگ است. ترس مرگ اگر انسان در خودش این مسئله رو حل نکرده باشد، آن وقت البته ناراحتی های زیادی میارد و انسان ندانسته با شورانه یا بیشورانه از مرگ میگریزد و کارهای زیادی گوناگونی میکند تا اینکه این چیز او رو یعنی که دیرتر بیاید. و بسیار وقت کسانی هستند که همچون یک نگاه فلسفی و اساسناک شده در روشی گویم که فرهنگ خود آن رو حل میکنند و چنین آدمان با اگر به یاد بیاریم مثلا سقراط را که وقتی که او رو گناهگار کردن و با دادن زهر او رو نیست کردنی شدن و اون زهر رو بخورد و گفت من اندکی میگردم و چون گشت گفت که من رو بخوابانید که پایه هایم گوش نمیکنن و چون اون رو بخواباندن و او رو گفتن که ما تنی تو رو در کجا برانیم، گفت که به هر جایی که پرتایید این تن دیگر برای من لازم نیست، یا اینکه منصور حلاج رو بگیریم که در کدام حالت، یا که نسیمی رو که از او پوست کندن و رنگش زرد شد و گفت من فرزند آفتابم نگوید که من ترسیدم. گفت یعنی که نگاه آنها به این چنان به این فلسفه مرد چنان بود که آنها به احساسات داده نمیشدن و چنین مثال ها زیادن که چی طور ما کنیم که به همون قله بلندترین انکشافی گویم که کمالات برسیم و این ملت در دو زینه انکشاف خود رسیده بود و در اون اول فتوت داشت و حالا گویم تصوف عرفان دارد و زینه معنویات دارد و کتاب معنوی دارد، مثنوی معنوی و دیگر ایجادیات های مردم بزرگان این ملت و خوشا بر چنین ملت که عقل آب کردن در کار نیست که چی طور انکشاف یابد، چون که گذشتگانی او کرده بود و به همون سمت رفت و هیچ وقت عالمیان از انکشاف معنوی یا که از انکشاف طبیعی دست نمیکشند و حالا انکشاف های تکنیکی و انکشاف های بعضی اقتصادی و چه ما میبینید معنای رو ندارد که آنها پیش هستند، ولی ما هم باید این قدم های علمی، قدم های اجتماعی را بزنیم که خوبه زیاد در آموزش علم و عدالت اجتماعی صرف کرده شد تا که زینه های دیگر ساخته شوند. بله و در آخر من میخواستم باز یک بار دیگر بینندگان رو برگردانم من اون عالم بالایی که شما گفتید به عالم زمینی، به عائله. چه باید کرد که فرزندان ما اینفانتیل نباشند؟ چه باید کرد که با اونها مکملات را قدم به قدم داده توانیم؟ اگر اون کمالات مثلا اینفانتیلیسم جسم ها، اینفانتیلیسم عضو هایی که شما گفتید واقعا در تیپ هست، این چیز کار دختران باشد، به کمال رساندن فرزند از نگاه اجتماعی و معنوی این وظیفه پدر و مادر است. این چیزی است که تنها ما در عائله میتوانیم اون رو راه اندازی کنیم و تنها ما در عائله میتوانیم صدر راهش رو بگیریم. به فرزندان قدم به قدم مستقلیت رو بدهید. فرزندان رو از حد زیاد ایرکه نکنید و از حد زیاد سرکوب نکنید. همون حد اعتدال که در همه جا ضرور است، در تربیت هم ضرور است. از این رو وقتی که ما به فرزندان خودمون امکانیت رشد دادن رو خودمون اول میآموزیم و فرزندان ما رو در همون حالت به طور اعتدال قدم به قدم مسئول میکنیم، قدم به قدم مستقل میکنیم و قدم به قدم با آنها این کمالات رو، کمالات معنوی و کمالات اجتماعی رو وقتی که در ذهن آنها جای میکنیم، آنها در آینده در مسئله کمالات جسمانی هم عذاب نمیکشند، در مسئله کمالات اقتصادی هم. این دو چیزی است که تنها ریشه از این ریشه ها آب میخورند. چون این بود برنامه امروزه ما در موضوع کمالات. آباد باشید و کوشش کنید که هر کدام شما از اون امکانات هایی که طبیعت خداوند تقدیر به ما داده است استفاده کنید و در راه کمالات همیشه ثابت قدم باشید. با ما باشید تا صحبت آینده در برنامه احساس، افکار و رفتار.